وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فهرست 19 نفر را نشر کرد که به گفته این نهاد اعضای گروه‌های افراطی و یا سازمان‌های متشکل جنایی بوده در ناآرامی‌های ناحیه روشن دست داشتند. در بیانیه وزارت که روز 23 می نشر شد آمده است این افراد اختیاراً به شعبه امور داخلی آمدند و بعضی از آنها اسلحه خود را سپردند. همکارم میرزا نبی خالقزاد این موضوع و تحولات اخیر در بدخشان را پیگیری دارد و حالا در بریمن در استودیو است. درود بر شما. خب می توانید نخست درباره جزئیات فهرستی نشر شده معلوماتی بیشتر بدهید؟ در این فهرست که با عکسای این افراد نشر شده است، نام خلیفه یکدهی روشن، یک کارمند سابق ریاست امنیت ملی، آموزگار و هم افرادی هستند که در گذشته برای جنایت‌های زندانی شدند. در این فهرست 15 نفرشون تنها به همچون اعضای گروه جنایتی خلباشف نام برده شده است. گفته می شود خلباشف یکی از فرماندهان نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 18 می بازداشت شده بود. مقامات تاجیکستان به طور رسمی از بازداشت او خبر ندادند تا هنوز. ضمناً تا زمان بازداشت او مقامات در هیچ جایی از وی همچون رهبری گروه جنایی نام نبردند. چنانچه مثل محمد باقرов که در روز گذشته خبری کشته‌اش نشر رسید. همچنین در روی خط نام دو تن از اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی نورالدین سعیدو و امیربک قیابکوف آورده شده است که رهبری بخش نهضت در روشن بودند. و رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری بر رادیو آزادی این را تصدیق نمود و گفت که در حقیقت 2 نفر در گذشته اعضای حزب بودند. ولی پس از نشر این خبر سرنوشت این 19 نفر چی شد معلومات دسترس نیست و گفته می شد که این رویخط همچنان ادامه خواهد یافت. خب آیا می توان با باوری گفت که این افراد واقعا اختیاراً تسلیم شدند؟ ببینید در بدخشان خصوصا در روزهای عملیات مقامات قدرتی تحت عنوان به اصطلاح ضد تروریستی هم اینترنت و هم تلفن‌های همراه خانگی خاموش قطع کرده شدند و تا امروز فعال نیستند و امکان تماس با خانواده‌های این افراد خصوصا ناممکن شده است. فعالان مدنی و حامیان حقوق بازداشت شدگان را افراد بیگناه می‌نامند که به گفته آنها در تظاهرات آسایشته هم شرکت داشتند. خب بعد کشته شدن محمد باقرов امروزها در روشن و خاروخ چه می‌گذرد؟ طبق خبری که از یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی در خاروخ دسترسی ما شد، 7 کارمند نیروهای تعیینات مخصوص آمان در نزدیکی روشن بینشان شدند و سرنوشت آنها معلوم نیست، درکی از آنها نیست. 2 منبع که خواستن نامشان ذکر نگردد گفتند 17 مسافری که از دوشنبه در حال سفر به ولایت بدخشان بودند 3 روز است بینشانند. هنوز در این باره مقامات هیچ اطلاعی نشر نکردند. به نقل پیوندان ساکنان روشن و خاروخ که در بیرون تاجیکستان به سر میبرند، مقامات قدرتی با تشکیل پاسگاه‌ها در دروازه‌های روشن و خاروخ تفتیشات و نظارت را پیش برده ایستادند. مقامات 18 می گفتند در آنجا عملیات ضد تروریستی می‌گذرانند و ناراضیان را اعضای گروه‌های غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها از خارج برای ناآرام کردن کشور دستور می‌گرفتند. تشکر برای صحبت. ضمناً همین حالا وزارت کارهای داخلی روی خط دیگری عبارت از 27 نفر دستگیر شده ها را نشر کرد. وزارت از آنها با عنوان اعضایان گروه‌های متشکل جنایتی و اکستریمیستی تروریستی نام برده است که در تظاهرات روزهای 15 تا 18 می امسال در روشن اشتراک کردند. خود ساکنان چنین اتهام را بی‌پایه خوانده میگویند تنها برای حمایت از حقوق خود به کوچه‌ها برآمدند چون ماها باز زیر فشار و تعقیب هستند.